پس هر بنده ای که دعا طلب کند دعای او حتما پذیرفته می شود، اما در صورتی که دعای او درست باشه، دعای او با شروط دعا باشه، دعای وی با آداب دعا باشه و همچنان به یک نه یک صورتهای دعای او حتما پذیرفته می شود. و بسیاری از کسا هست که وقتی که دعایشان پذیرفته نمیشه سپس دعا کردن ترک میکنن و میگن از من خو نشد، قبول نشد، من دیگه نمیکنم، بعد از این چرا بطلبم؟ وقتی که هیچ دعای مرا قبول نمیکنه دیگه من هم از الله چیزی طلب نمیکنم. این روش نادرست است، چون پیامبر ما علیه الصلاة و السلام فرموده اند که هنگامی که بنده از پروردگار دعا طلب نمیکند پس پروردگار بالای او قهر می شود. پیامبر علیه الصلاة و السلام فرموده اند که دعا مغز عبادت است، چون همان مظهر واقعی عبادت، همان اصل عبادت که عبارت از ظاهر کردن خیلی عاجزی و انکساری و ناچاری و ناداری و مجبوری خودت در مقابل پروردگار، همین در دعا تحقق پیدا میکنه، در دعا ظاهر میشه. یعنی اصلا مقام بندگی و عبدیت ما و تو در دعا ظاهر میشود. بنابراین همیشه باید از پروردگار دعا طلب کرد. البته برخی از اشخاصی است که دعای آنها پذیرفته نمیشود. اولتر از همه کسی که رزق او، خوردن او، نوشیدن او از مال حرام باشه، پس دعای او هرگز پذیرفته نمی شود. طوری که پیامبر علیه الصلاة و السلام فرمودند که یک شخص یک سفر دور به دراز و طولانی را میکنه، لباسهای او خاک آلود، سر او خاک آلود می باشد، یعنی یک سفر طولانی را انجام داده است و سپس وقتی که میرسه دست بلند میکند و فریاد میزند که یا ربی یا ربی دعای مرا بپذیر، در حالی که خوردن او از حرام است، پوشیدن او از حرام است، با حرام پرورش یافته است، پس پروردگار چگونه دعای او را قبول کنه؟ یعنی هرگز نمیکنه. پس کسی که رزق او از طریق نادرست، از طریق حرام، از طریق دروغ، از طریق فریب حاصل می شود، دعای این بنده پذیرفته نمی شود و همین رزق حرام او مانع قبولیت دعای او می شود. و همچنان دعای کسی پذیرفته نمی شود که خیلی عجله کند. پیامبر علیه الصلاة و السلام فرمود که شما طوری نگوین که من خیلی دعا کردم قبول نشد و بالاخره دیگه ترک کردم. نه، عجله نداشته باشید. یک صبر، یک شایستگی، یک انتظار به قبولیت دعای خود داشته باشین، چون در یک نه یک صورت که بعدا من انشالله بیان میکنم دعای شما حتما پذیرفته می شود. و همین خود طلب کردن دعا هم یک عبادت بسیار بزرگ و کلانی است که اگر قبول شود یا نشود تو در عبادت محسوب میشوی و اجر و پاداش عبادت را حاصل میکنی. و همچنان هنگامی که دعا طلب میشود طوری نباشد که تو فقط زبانی دعا میکنی ولی قلب تو غافل است. نه، بلکه قلب و زبان تو هر دو باید با پروردگار منسلک باشد، هر دو باید با پروردگار یعنی در حالت دعا ارتباط داشته باشد و هم از قلب هم از زبان دعا کنی. چون پیامبر علیه الصلاة و السلام فرموده اند که پروردگار دعای بنده را قبول نمی کند که قلب او غافل و ناپروا باشد. غافل و بی‌پروا باشد. از زبان خود دعا میکنی اما در ذهن چیزهای دیگر را فکر میکنی، در قلب چیزهای دیگر خطور میکند. بلکه قلب خود را، ذهن خود را، زبان خود را تمامش را متوجه ذات پروردگار بساز، سپس عاجزی و انکساری و ناچاری خود را در مقابل او بیان کن و با یک خیلی عاجزیت دعا طلب کن، ان شاء الله که حتما دعای تو پذیرفته می شود. و همچنان برخی از اوقات است که در آن اوقات دعا حتما پذیرفته می شود، طوری که پیامبر علیه الصلاة و السلام فرمودند که بعد از هر نماز فرض و بعد از ختم مکمل قرآن برای بنده یک دعای مستجاب است، یعنی دعای مستجاب که حتما پذیرفته می شود. و همچنان پیامبر علیه الصلاة و السلام فرمودند که دعا در بین آذان و در بین اقامه هرگز رد نمی شود. این هم یکی از بهترین وقت قبولیت دعا است که در این وقت ما دعا طلب کنیم حتما این دعا پذیرفته می شود. و همچنان در نیمه شب پیامبر علیه الصلاة و السلام فرمودند که یک وقتی است در نیمه شب که الله سبحانه و تعالی خودش ندا می‌زنه که کسی است که از من دعا طلب کند و من دعای او را بپذیرم، حتما یعنی در وقت دعا پذیرفته می شود. و بهترین وقت قبولیت دعا همان وقت نیمه شب، همان وقت تهجد است. بالخصوص اگر تو تهجد هم بخوانی و سپس دعا طلب کنی، در قبولیت آن هیچ شک نیست، امتحان کن. و همچنان یکی از بهترین اوقات قبولیت دعا در روزهای جمعه، پیامبر علیه الصلاة و السلام فرمودند که در روزهای جمعه ساعتی است که دعای بنده در آن ساعت هرگز رد نمی شود و حتما پذیرفته می شود. و برخی ها گفته که این ساعت در هنگام خطبه روز جمعه است و برخی ها هم گفته که بعد از نماز عصر تا مغرب، هنگام غروب آفتاب، یعنی دمی بعد از نماز دیگر تا مغرب، دمی وقت قبولیت دعا در روز جمعه است که هیچ گاه یعنی دعا در وقت رد نمی شود.
بنابراین کوشش کنین در اینمی اوقاتی که دعا پذیرفته می شود از پروردگار دعا طلب کنین. هیچ شک نیست که دعا حتما قبول می شود. همچنان برخی از اشخاصی است که دعای آنها در حق ما قبول می شود، طوری که پیامبر علیه السلام فرموده اند که 5 شخص دعایشان هرگز رد نمی شود. یکی از مظلوم تا زمانی که انتقام نگیرد، و دوم از حاجی تا هنگامی که به منزل خود بر نگرده، سوم از مجاهد تا زمانی که شهید نشده است، و چهارم از والدین در حق اولاد، و پنجم دعای برادر مسلمان در حق برادر مسلمان وی در غیاب وی. پس دعای این 5 شخص در حق ما حتما قبول می شود. همیشه از این 5 طبقه ما دعا طلب کنیم، از آنها بخواهیم تا برای ما دعا کنند، دعایشان حتما پذیرفته می شود. و همچنان از آداب دعایی است که وقتی که ما دعا طلب می کنیم در ابتدا و در اخیر آن درود شریف بخوانیم و در اخیر آمین گفته شود. اگر آمین تو به آمین فرشته ها موافقت کنه و دعا حتما پذیرفته می شود. و در صورتی که تمام این شرایط موجود بود، دعای ما کاملا صحیح بود، درست بود، با شرایط خود بود، باز ما دعا طلب کردیم باز هم دعای ما پذیرفته نشد، پس این دوستان بزرگوار چند صورت داره. دعایی که ما طلب میکنیم او حتما پذیرفته می شود به یک نه یکی از این صورت ها. اولا خواهی که همون چیزی را که ما طلب کرده ایم الله سبحانه و تعالی همون چیز برای ما میدهد، چه امروز بدهد، چه 10 سال بعد، چه 20 سال بعد. همون دعای ما حتما اینه پذیرفته می شود، اما به مرور زمان. و دومی که ممکن همون چیزی را که من طلب میکنم و در خیر من نباشه، من خودم نمیدانم. پروردگار ما در قرآن میفرماید که شاید تو چیز را بسیار دوست داشته باشی اما آن در شر تو باشه، و شاید از چیز بسیار بد ببری اما آن در خیر تو باشه. بنابراین دعاهایی که ما طلب میکنیم ممکن همون چیزی را که من طلب کردم در خیر من نباشه و خداوند از او بهتر چیزی را که در خیر من از برای ما عطا میکند. و همچنان یک مصیبت، یک غم، مشکل، رنج بسیار کلان بالای من آمدنی است که من حتی آگاه هم نیستم. همین دعایی را که من در مقابل پروردگار طلب میکنم، همین دعا می رود و در مقابل آن مصیبت آمدنی در زندگی من سپر می شود، دیوار می شود، آن مصیبت را مانع می شود، رد می شود تا در زندگی من نبیاید. این هم یک فایده بسیار کلان بزرگ است که حتی ما نمیفهمیم که چی یک غم کلان قرار است که بالای ما بریزه، اما دعای ما همون را میره و رد میکنه. و همچنان صورت اخیر این که دعایی که ما در این دنیا طلب میکنیم در روز آخرت طور اجر و پاداش بزرگ از آن دعا برای ما داده می شود. دعایی که قبول نشده طور اجر و پاداش بزرگ داده می شود که این بنده که دعایش قبول نشده در روز آخرت آرزو میکنه که هی کاش در دنیا هیچ دعای ما قبول نمیشد، تمام دعاهای ما رد میشد و به آخرتم ذخیره میشد. بنابراین بینندگان عزیز، کسانی که بارها میگویند که دعای ما پذیرفته نمیشه، دعای تو حتما پذیرفته میشه، اما اول ببین که آیا دعای تو به شروط برابر است؟ آیا دعای تو درست است؟ اگر درست بود، به شروط برابر بود، سپس به یکی نه یک از این صورت ها حتما دعای تو پذیرفته میشه که تمامش در فایده تو است، تمامش در خیر تو است.